دلش را حنا می‌کرد. لابلای فارسی حرف زدنها کلی کلمه بود که با آنها میرفت تا لشت نشاب و بر میگشت. متولد آنجا بود، ما بین رشت و انزلی، یک دهات کوچک. کمی فارسی حرف میزد و خیلی وقتها شروع که میکرد به درد دل انگار یادش میرفت که بین فارسی و گیلکی حرف زدن 1000 فاصله است. من و سحر و سامان هم یاد گرفته بودیم. گلی نامش بود، گلی خانم، مامان گلی جان. نقاش غذا بود. آخرین جمعه سال عجیبترین روز سال بود. به تعداد فرزندان و نوه‌ها غذاهایی برای نامشان و به نامشان: فسنجون سهیلا، پلومک شهلا، ترشتره صابر، باقالی قاتق سحر، ماهیشور مهداد، کتلت رضا و هر کس هر جا بود آن روز آنجا بود. خانه مامان گلی، کف آشپزخانه پر بود از کاسه‌های رنگی. ادویه‌های سخت به نام پسران فامیل ساییده می‌شد و ادویه‌های نرم با اسم دخترهای فامیل در قابلمه جان می‌گرفت. هر دو دست روی هم پونه‌ها پودر می‌شوند به اسم دخترها: مهسا و سحر و مونا و مارال و فرزانه و شهلا و سهیلا و ملی و مهری و مرجان. انبرها لای آن گردو می‌شکنند با اسم پسرها: مهداد و منوچهر و رضا و سامان و امیر و سیامک و صابر. شاید یادم از مادر بزرگ پدری مامان ایران خیلی کمتر باشد. او هم در جان من جا دارد. اما مامان گلی برای تمام روزهایی که کنارش خوابیدم، زیر چادرش سرما را گرم کردم، کف دستانش را بو کردم، چشمهایی را که بوسیدم، لبهایی که در دوران مریضی برایش با دستمال سفید تر کردم، برای تمام لباسهایش که یک بار می پوشید، برای تمام روزهایی که رژ لب قرمز مکه‌ای را روی لبانش سر می‌داد، برای تمام کلماتی که اشتباهی می‌گفت، برای گریه‌هایش، برای غم‌هایش، برای درد دستش، برای شکم قلمبه‌اش، برای صابون برگردون حمامش، برای موهای سرخش، برای خوابهای آرامش، برای خوابهای ظهرش، برای آشپزخانه‌اش، برای گمج سبزش، برای آن آبکش پلاستیکی سرخ در یخچال که همیشه سبزی خوردن داشت، برای نمکدانی که